تصور کن خواب میبینی. اما در همین حال مغزت داره واقعیت و دروغ رو از هم جدا میکنه. شاید فکر کنی خواب فقط یک تجربه تصادفی ذهنه. اما مطالعات جدید نشون دادن که در حالت خواب مغز ما به شکل ناخودآگاه اطلاعات نادرست رو فیلتر و اصلاح میکنه. این یعنی حتی وقتی بیدار نیستیم، ذهن ما مشغول تشخیص حقیقته. مغز انسان در خواب فعالتر از چیزی هست که فکر میکنیم. مناطق مربوط به حافظه و تصمیم گیری به طور ناخودآگاه اطلاعات جدید رو پردازش میکنن. آزمایش ها نشون دادن وقتی افراد در خواب با اطلاعات غلط یا سناریوهای درست مواجه شدن، ذهن ناخودآگاهشون به شکل آزمایشی اون اطلاعات رو اصلاح کرده و به سمت واقعیت هدایت کرده. حتی وقتی خواب هستیم مغز ما تمرین حقیقت یابی میکنه. خواب ما نه فقط استراحت مغز بلکه یک نوع سیستم بررسی اطلاعات ناخودآگاه هم هست.